با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز تلویزیون تابان. بینندای عزیز، خوشحالیم که هفته خوب فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه زنگ تفریح. بینندای عزیز، بیشتر شما رو به انتظار نمیگذاریم، میریم بخش اول ببینیم که سعی کنید چی گپ چی بپرسیدم از همکارا. باز ان شاءالله در خدمت شما برمیگردیم دیگه، نه؟ سلام بینید عزیز، شب شما بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین و از گزند کرونا در امان باشین. این شب دو روزا خیلی می درا مردم پر از تاپه میکنن. نمیفهمم لولا باسکونی چون حسینی همین منطقه، نمیفهمم حیدری همین منطقه، نمیفهمم نادری همین منطقه. میری که ببینی که مردم سعی کنیم چی میگن ارتباط بمین. با ما باش. سلام علیکم. روزم خوبه؟ بخیر. شکر، شما خوبه؟ شکر، سلامت باشین. هدف شما از این چسبوندن این تاپا چیه؟ بله. هدف شما از این چسبوندن این تاپا چیه؟ هدف ما اینه برای که برای ما زنگ زنم بگم بیا که لولا ما خراب شده که ما بیایم لولا اینا رو تیار کنه. کسی به شما زنگ نزدی؟ یعنی زنگم بزده باشه میقدر مگره بزنیم چسبک بزنیم. خب برارم دیگه فکر کنیم شما ما که هستیم ما کاسب کاریم، بفهمیدین کاسبی خور میکنیم با دم سرا مردم چسب میزنه که مرتکه مثلا گفت این خراب میشه خراب از سعی کنه، او خراب میشه دم بارش میشه تر میشه، باید این تو پور زده باشه که بالاخره مرتکه ببینه متوجه شه. عزیزم خود مرتکه نمایه ماسته باشه شما میگیره تا گوشی خو حفظ میکنه یا به ثبت میکنه دیگه، نمایه قدر شما بزنید. فکر کنیم برار ما مردم که هستیم خوب ما برای مردم سهولت ایجاد میکنه، بفهمیدیم نمایه که مرتکه بیچاره از خونی خوب بیروشه اهل خون بگرده کوچه به کوچه که لولا باسکونی به کجای یا تانکر فاضلا به کجای دستی که یک دفعه نی به تکلیف میشینی از این چی زنگ میزنه ما در خدمتونی. آمی یکی دو تا سه تا نهایت 4 تا 5 تا نه که 20 تا 30 تا اینجا زدیم به خدمت کدومک شما نین؟ به خدمت هم مردم ما. شما چی کار داریم برار ما مقصد کاسبی خور میکنیم. مرتکه در خور میگیره 15 20 هزار رنگ میده، شما سعی کنین چی حالت کردین؟ خب برار ما به رنگ مردم چی کار داریم؟ مرتکه رنگ داده با خود رنگ داده، باز همین رنگی که مرتکه میده ما به نفیونیم تا در وزیر تاپکری میکنیم بالاخره حفاظت در رنگ میشه. یخی فکس دیگه میگه مال خود ما از خود ما مال مردم قط و پت. تشکر. بله. تشکر از شما. سلامت باشین برار من. ببینید. یعنی واقعیت ببینید عزیز باور کنیم وای بال او آدمی که به اینجا خونه داره. یاله ای چی روزه باور کنید که دیونه کردم ماردی مردم. سلام علیکم. و علیکم. خیرات لولو. البته اینو تو چسب کردی؟ نه لولو جیگر من مال یک نفر انیمور بچسبوندک باز پس بکندک. با خدا لولو نمیفهمیم خودی از این مردم چه کار کنیم. امی درسه که به چی مقبولی به چی چیزی رنگ کردیم. ام صبح بس بیرون میشم نمیفهم باور که بگیرم نه 2 ساعت رنگ بالی از این مصرف کنم 1 ساعت رنگ به تکل خود خیلی میکنم. امی یک دفعه بگیرم بیای نه وقت در یک زنگ میزنه که برادر امینا رو بچسبونم سیکو. امی صداقت 20 تا زده، این رحمانی سیکو 50 تا زده، این جمیل سیکو 15 تا زده. نمیفهم حسینی مشو از صدای فیه چی بلایه با خدا به بلا از مردم افتادین لالا. تو البته تلویزیونی؟ بله. سبب بخشین لالا خیلی معذرت تیار هستیم بخیری. اعصاب خیلی داغون بود تیار هستیم. چی گفتنی داریم این کسایی که لالا گفتنی چی بگم بابا که اگه بگیر من نه ایت 1 ساعت رنگ تاثیر خیلی میکنه که بس رنگ بفهم که در رنگ کردن چقدر زحمت داره با این پاک کردن چقدر زحمت داره. سکو در به چی مقبولی تو بیا صبح به صبح بیا کاغذ بک سکو اینا همه کاغذ میده صبح به صبح میام بابا اگه میزین یک دانه بهم یک چینگی بزنه که نگفتم 20 تا یک اسم باشه دیگه هم خودت بشی در سرات بزنه دل تو قبول میکنه. امی اجازه هم بگیر حداقل برو در همین کاغذ همین بگی به در خونه خو تک تک می پیشه و باشه لالا یک روز لازم میشه مگه به درس را بچسبونم. خداوند هدایت کنه. از هدایت تیرم لالا از هدایت تیرم این صدا ما برسون نمی گوش مسئولین که مینا رو گیر میکنه حداقل یک جریمی بندازه لالا درز تک 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 بله بگی لالا می کاغذ یک وقت ما با خدمت شما نه 20 تا سیکو به یک اسم سیکو تو سیکو لالا سواد داری کنه داری و سیکو ما چه کار کنیم بعد از این مرد هیچ دیگه. زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا کار کنه داخل که بازارت به کنان غم مخور. بازارت پشیمانی ببخشید من از بس مخ خراب شد اینجا دیدم. خدا کنه که پند عبرتی باشه. مال اعصاب تو خرابه. خدا کنه که پند عبرتی باشه برای همگی. شب شما بخیر.
خب گزارش هم که شنیدیم دیگه، دیدیم که چی گپ بسته دیگه. قسمت دیوم چیه بینندای عزیز؟ نمایشنامه. بینندای عزیز بریم به خیر خوشی همی یک دونه زردالو به می درختانیه، باور کنید که اگه خسته و پیدا شه. بینندای عزیز شما بگیریم چیز کنیم، بریم همین بخش دیوم برنامه رو ببینیم. نمایشنامه یعنی کسایی کنیم چه کاره یک مسلمانی اگر فوت میشه بالاخره همین وقت دست آخر یک بچه داره یا نداره یا بالاخره کسی باعثی از اون میمونه، شما ایت کاری نکنیم که می حق از اون مسکین بخوریم. خب چی فایده داره؟ از شما این همه پرسون میشه آخه. بریم نمایشنامه رو ببینیم که بیشتر همکارا ما چیکار کردم و نمایش امشب در رابطه چیه، خود شما با قضاوت کنیم. کلاه خود پیش خود قضی کنیم. انا سعی کنیم که همون تا هست بشده و سر مردم یاخه. میگم برو جان برو. مثل که شما برای از اینای چی نگفته؟ چی گفته؟ همین مدار گیپک زنگ زده برای مرد، برای گوشی شما ورد شما کی کردم، میگه من حق خورم از امرا نی سلامی نی و علیکی حق خورم. ها این دیشه یعنی یک ساعت که نیم ساعته که ما برای اصاب خراب کنم برای از این نگاه کنم ما لالا به زبون فارسی اونا رو بفهمونیم بگیم حق نیه. 18-20 سال شده که اینا نیامدن گپ نزدن، مال بعد پاشنه شو بیامدن که ما حق مایه. سیکو برو خوب گوشی که قطعه حالیا مگر ما و تو خود کم محکم کنه، فهمیدی؟ آه از این خود محکم کنه که اگه یک ذره خود خصوص نگیریم رفته، بفهمیدی؟ بله باید خود محکم کنه. در ضمن یک چیز دیگه، اگر ما عمل پول برای از این نده همین صبح میره شو میکنه، پولارم همه مکمل میره به خود ککگنی نمیکنه، خودم شوی خوی اعتباری هم نیه برو. او علی بچه مکمل پادر هوا میمونه. آنی باز زنگ زدم بگیرین خودتون مخدی نزدن. بله بفرمایید. میگم ما خود تو این بچه تا به جنجال افتادم. دیشب می یک ساعت همینجا مکمل اعصاب خود خراب کردم، خودش همین گپار تاوسر کردم، باز تو دوباره زنگ زدی. بابا جان آخی بچه 6 ماه بوده به تا قندا خو برار مفوت کرد رفته دنبال کار خو، مال بعد از 20 سال بیام اینجا برای تو باز حق بدم. حق چی بدم؟ چی حق داری به سر من؟ نه بابا یک ریپه نمیدم به تو، دست تا آزاد هر کار نکردی بکن. برو به تو چی میگم؟ خب همین شعبات دولتی که چی از زمین تا پیش رئیس جمهور دست آزاد هر کار نکردی بکن. کی میای بچه 6 ماه به تقاضا 20 سال پیش تا پاشه شو بیان فکر از این گپ شه که تو بیا حق بچه مر بدی؟ حق بچه چی بوده؟ بگیم برار دیگه به تا ایران اوی تو ولی گپ تحوالا نکده، شما اشته تحوالا میکنه. او برار دیگه من زنگ زد بر تو گفته که خوار امیت زن برار امیته ما دید تو همی گپ با تو بگفتیم بابا جان بچه 6 ماه حق حساب نداره، 15-20 سال پیش برار میشه چرا رفت دنبال کار خو. حال تو برات 15-20 سال پیش میگه بیا تو حق قضیه بده، حق چی داره؟ تو میفهمی بچه تو هر کار میکنی بکنه. دست تو آزار از تا پیش رئیس جمهور هر کار نکردی بکو. تو که نمیفهمی اصلا برو اصلا بیخیام برو رو دیوانه خود بیا که من خود از اینا گپ بزنم. چی میگه برو؟ میگه چی راه نداره؟ هیچ راه نداره، من حق خواهر رقم شده از شما میگیرم. تو حق چی داری؟ بچه 6 ماهه، بچه 6 ماه به تا قنداق بوده برار مفوت کرده، حالا بیا تو بعد 18-19 سال بعد تو بیام تو جو حق بدم. حق چی داری؟ بابا اصلا راه نداره برو. اصلا هم بچه 6 ماه کی آمده حق داده؟ و خیره باشه برو، برای اینا میگیم بفهمید میگیم حق نداریم جاره جنجال هم نکنیم از این بیشتر که باز یک بیهوی بالا شه، باز یک گپ ما بگیم یک گپ شما بگیم، باز هم دیگتی ما بین ما مقصد برو خود مگه خودتو محکم کنی، بفهمیدی؟ اگه محکم نکنی خلاص رفتی. خوب گپ دیگه گپ هم بزدیم اون بچی هم که بیام در شما مخوتگاه که بفهمونه
او بچه‌و که نمیفهمه میگم اصلا برای اون برورا دیونه خورده رو بیاره. بفرمایید. کوبرار تو میاد بشینیم همین جا شما بشینیم میاد. بریم به خونه بریم. بریم به خونه بریم. بیا حالا بیا بریم. یار ناجوانی بودی نکردی فامیلی خبر کنی حال مدرسه هم میگمیده شده ممسن هم تیر میکنم میرن دو مور کار خود بفرمایید بیایی برو میمون آمده. بفرمایید. سلام خوبیم که خوشحالیم. قربان شما. بفرمایید. این برازادگی که شما هستی یا نی؟ برازادی ما به یک حساب بوده، به یک حساب نیه، به یک حساب هم هسته. ایشته به یک حساب بوده و به یک حساب نیه و به یک حساب هسته؟ به زی حساب که بوده که یعنی اون وقتی که 6 ماه بود خدا داد پیار فوت کرد اون وقت با متران برای خمور میگم برازادی ما هسته. به یک حساب نیه که بابا از 20 سال گذاشته برار ما بمول دیگه برازادی هم ما نداریم. به یک حساب هسته که من نمیم که مثلا امی سلام علیک که ما و تو خورندگر داشتیم به خاطر امی گفت از بین بره. آخی برارمه امی 19-20 سال پیش خدا داد 6 ماه بود پیرک از خودش خبر داره که اشتعالت خداوندوی بیامرز فوت کرد. الان اگه هم کلون شده من نمیتونم به خدا پیرزار شدم نمیتونم از واسم نمیشه. سرمم سفید شد برار جو. بپا از این به 6 تومن 19-20 سال شیشته اومه. سیکو زن برار ما با تو چی میگم؟ خب من اینجا اقبال حساب ندارم که بزی بدم برار دیشتیم 15-20 سال پیش بمود برای کار خود حال چی پول چی گفته ما تو پول بدم از امروزی که می خدا داد شما پول نمایا همی حق اشته چی گفته حق بدم بله سعی کنیم شما بابا جان اگر همی خدا داد امروز کور خدا داد امو سر 6 ماهگی از این برار ما مرد اگه تو حق گرفتم والا میبودم اون وقت میگفتی حق بده حالا حق چی بدم من آخه از امروزی که امی مسکین خدا داد امی به چگک بر خدا داد شما یک من گندم به ما بدادیم 1 کیلو کشمیش به ما بدادیم چی دادیم به ما چی گفته بده مره تو آخه برار شما بوده مثلا برار شما بوده امی برار زاده شما بوده آخه شما به قدر نمیتونیستیم همکاری کنیم کمک کنیم خود ما برار من بوده من نمیگم که نیه معامله 20 سال پیش بوده اما بودی 20 سال پیش بودی 20 سال پیش برای کار خوب آمی خب سر شما حق داره نداره هیچ حق نداره خب حق میده گاه داره یعنی یه قضا بستونی که بره تو شو کنی چی؟ اوه دیگه حق بستونی که بره شو کنی بگم معزودم هل ولی از مراد سعی کردم تو چرا به دادی میگی ولی شو کنه راست میگو کوکو شما با درد چی میگی؟ همین چیزی که میشنه صبر کنی که بگم این میفهمی هدف از چیه هدف از اینه که بیای مثلا همین پول از ما بستونه بره 2 لک تو نامزددار کنه دیگه پول هم بره شو کنه خودش شو خام و کمال هم بگی تارت و پارت کنه تو پادرها بمونی مدر شما اجازه ده کمی میراثا از هر قدی بالا کشون تو مدر چی میگی؟ همین که میشنه چی توین میکنی تو مدر به؟ بشی سر جا نه پوف نازی بشی سر جا خو مرگ بشی سر جا خو کاکا بگو کاکا بینا کاکا بشی حق میدی یا نمیدی؟ بشی سر جا خو بشی تو مدر چی میگی؟ بشی سر جا خو بشی بشین بشی سر جا خو بشی سر جا خو بشی حق مایسته که تو بیشتر به سر کاکا خودم نصب بالا میکنه ها وقتی تو مدر احترام نگیری ما به تو احترام میگیرو مدر مثلا تو به جلو روی میگی راست میگم مستم تو ولی خواه ما کی برفته شو کرده که تو میری شو میکنی شو میکنه دیگه خود تو برو شو کن آدم مرده شو میکنه خودنده شو میکنه 12 سال 20 سال بشیدم به پاتون آخرم میبینی که منو به چی گم دیار کردم تو مدر احترام نمیگیری احترام چی بگیرم تو با من احترام بگرفتی که مادام احترام بگیرم ما کاکاتون دشته تو صبر میخواد به سر تو وقت به احترام مدر کاکا چی تو اگه کاکا بودی چرا به دادی میگی تو شو کردی راست میگم خود تو برو شو کن
مولای تو برای شو کنه نفتر کنه میری تو شو کنه گپ زدن خب تو چه کاری که اینجا گپ میزنی؟ تو چه کاره چیه به درد نمیته گفا میزنی اصلا این معامله به تو ربطی نداره. برو خب خب این مسئله کرونا بالا خف بس بشینن هه مرتکی اکه تو بر ما به چی میگی؟ ایران سکو تومون سکو بدورم و تو چی؟ میگم خیلی گپ پاس میزنی. همین سنکا خراب که تا بگی کشمش زیاد دم میداره لیلا خوشحال میکنه اکثرا میده میگری هم مثل میزنه تو باشه خندم سرت نشسته و تو چی نمیگو یک سر پوست خندک میزنی به تو ربط نداره ما رو مسخره نکن اه فردا تو هم جلو دهن خوب بگی که اگه برخست تو هم اینجا خلاصه. چی باید کنه. یک سر یک سر به مسخره میکنه همه به مسخره شما پیاده خود شما خود مسخره میکنید. چوب کن قول مقال نکنه صدا خوب بالا نه صدا خوب بالا نه هیچ اصلا شما از ما تو صدا خوب بالا نکنی دیگه ما حق داریم همسایه داریم اگه حیثیت ما نباری دیگه ما اینجا حق داریم هم بعد داری پول هم شما بستونیم زمین ها بده تشکیل کن وارو لالا شما اینجا برو بشین. بده بشی تو نشینه میگم زن برو داده آخه دیگه چی بمونده سکو آخه از این برار ما چی بمونده سر تایی افش جریب زمین دید تا دکنی چی کرای میکنه که باید بیام با شما حق بدم کوکو ما حق خود باز نفهم دیوانی حق چی میگی؟ میراث خود بمی دنیا و بمو دنیا برارتون حق خون از برار زادتون مایه هیچی برار ما بوده این 6 ماه بوده و تق مونداق بوده من چون خودش یک بی پق نداره من چون خونی از نه. اینا داده من چون خونی از اینا چی مرگ خاک داره تاشون هم می تندو میده ای خواهی تو هم بشه کنم تاشون من با تو چی میگم؟ رفتیم داریم که منصاب کنی میگم من به تو چی میگم سر صدا فایده نداره من امیر به تو میگم این افش جریب زمین این دو تا دکون چی ارزشی داره که تو بیا میگی حق از من میگیری چیه او چنده که تو بیا حق از این میازه بگیری خلاصه برا جون سرا چی؟ سرا یک سرای دیگه چی سرا که ما میشینیم فعلا ما برا رو ببینی که پا کار این سه طبق سرا یکی میشینه یکی کم به ایران طبقه به کرایه دادیم ببین که پا کار ندارم گیلک بشی سر جا خوب خدایا بری بگیر از دست از این حالا کوکو که حق ما میدی؟ حق نیه از این دست شما آزاد تا مرجعه که میری یعنی نمیدی نه یک سنت یک روپیه نمیگیری یعنی نمیدی وقت با نه به خدا قسم امروز نبرم ببرس بری از دست شما چه باید کنم بله به اولس ولی ببرس بری بگم آنی بیا که شماره رو با تو بودم که جلوتر بری که پذیرایی کنم اصلا زنگ بزنم به اولس تو برو دست تو آزاد هر کنم اه کوکو حق ما میدی بفهم دیوانی یک سنت نمیگیری برو بخیر بری برو معلوم بشه برو در رو با برم بده بله داده بروش ولی بده من شماره رو با شما بدم من لما شماره از شما پذیرایی کنم گپمو برو دیگه استلی ما سر نبو حق بده که تو بری یک سال بعد بری شکری بری دنبال کاخی بچه همیتا پادرها نگاه داری به خدا سنت نمیتیشی رخصت کردی برفتم برو برفتم گوشی من چی کردی؟ چی خبر دارم من گوشی شما؟ ببین جا داشته بود اما پیش شما گوشی نیه تو سر سر رفو بده کمی گلگ نبوده باشه بده بخی یعنی چی؟ سرما خوردگی من رو بگرفته بخیر کرونا نشون میگم برو بستونی کدام اکیسی ها تارتون خودش به کسی خود دیدم اینجا بودم این همیت دوست هست خوب که ایتا برابر شوتور رو میداره خودی بار جمعه به کسی خواهی کنه اینا خیسیت هست اینا بر هر کار نکرده بکنه نمیدیم لالا همین عقل نه، گوش کنیم نمی- برار همین یک دفعه نشه که باز آدم شما خدای نکده بیروشی که بگیم ها سعی نه آنیه همین گپ ما یک گپ اون خودی برار دیگه من که به ایران خودی از هم آهنگ کردیم یک سنت نمیدیم بری خوب حق بدیم نبینی یک ما بری حق بدیم به چی 6 ماه چی حق داره برای سعی بفرم به شما خود
بله میگو لالا خود شما نه ما باشی عمل کنید داده بله بخی داده نه وقتی مادر خود جیخ کن نه بیا مادم مادر خود جیخ کن بگو مامو بیا مادر ماما بیا مادم ماما عمل کنید ما ای که هست ای مادر از ای خوار مانه بفهمیدیم صحیح ای مادر از ای خوار مانه خب ای مادر از اینه صحیح بفهمیدیم ای مادر از اینه مادر از ای خوار منه خب صحیح تشریعات دادی خب بگو عمل کن ای به تا غنداق بوده بفهمیدیم حالا چی خدمت کنم ما با قنداق از چی کردم عمل کنم ما کار دارم ما اینجا ما جلسه داشتم گفتن نفرای آماده بگیم چی؟ برای مسایی کنیم ای به تا غنداق بوده پیار از ای بمرده بوده خب خدا هم بیام بفهمیدیم پیار از ای دوماد مانه صحیح انا ای که پیار از ای که بمرده بوده باعث مردن از ای چی بوده که ای به پیش شطور استاده به شطور خلا میکرده مثل که همون شطور کلنگ کلونه انا ای امی کف با شطور اندازی همی میز شما هسته پیار از ای که خدا بیامرزنه که استاده بوده مثل که همی شطور خلا میکرده یک بار شطور بزده بود برو قلب از ای خورده بوده و فهمیدیم همونجا سطحی مغزی کرده بود همونجا درجا سطحی مغزی کرده بود او وقت ما چیچیلکی بودم ای هم به تا غنداق بود شیر میخورده نیه شیر میخورده انا بو مرده انال ای کلون شده انال ای کلون شده برفتیم به پیش کاکا از این میگم حقوق نداره خب پس موضوع شما درباره این میراثه ما میراثا از اینا رو بگیریم ها میراثا کی؟ میراثا از اینا به حساب مادر از این بگیریم از کاکا از این مادر نمیگیریم نه مادر داده منه مادر از این نمیگیریم ما میراثا اینا رو ما این بگیریم از کاکا چند راسایو؟ میراثا امی ما این حق این به چه خود بگیریم ما بفهمیدیم خب حالا هم حق از این تو که از این در موردی چتیات بریم میگی حالا درباره چی موضوعی که شما بودیم چی موضوعه بگو داده تو من نمیفهم اله سالنوال سویت گفیه خب امی به تیم تقریبا 19-20 سال پیش پیار از خداوند بیامرزه فوت شدن به شطور دازدگی حادثه چطور زدگی خب نمشته میشه میتونی ماما همه تو نمشته میشه هر حادثه که بوده باشه چوب باشه ماما بگو تو پیار از فوت کرد امو وقت من هیچی تنگست بودم امی بچر پاک بید به زار و قریبی و بیچارگی و بدبختی کلان کرد و آرگی یعنی به این بپار بشد با خدا دل شما میتو با ما میسوزنیه مثل نمک بریم نمک کنیم خب سرا واسه به خدا آمید میرفتم رخ میشیشتم به سرا میرفتم کارگیری میکردم میرفتم خود 20 ساله بیوهه خدا 20 سال به پامی بچه خود بشیشتم بشودن این امزایه چوب باش گپ میزنم سر به سفید شد بگو همه کمار به اون سردر پیرزاد شد و بدنا در ببریم به پازی بشیشتم حالی برای دیخی دگالی را و چاری میکنم کردم نمیتونم حالا برم تو بریاد ببین توقع میگم با نمیدیم با داگر میبینیم شیش ماه که بودی چی شد او غریب بدیم به دیگه کار کرده نمیتونم به دیگه رشوشته نمیتونم به دیگه بیل پخته کرده سلامتی نمیتونم هری میگم پول دست تو ازت برجه میری من دیگه رای نیفتم گفتم یه هم جوانه دل به دنیا داره یه هم خاله هر کاری میگیرم میگم قد از این خورده این بدبختی میگم نمیتونی میل به کار بگیری هری بیچاره امروز تابشم گریه میکنه روز تابشم به تک بیچاره بیکاره سایکو خوارمه پا تو رو هم گوش من خوار شما نیو او گفتم تو رو نمیگم او خوار سایکو منه خوارمه ایگا پای که همه تو زدی خب خیر من گوش کردم اما عریضی که نمیشته کردیم که عریضی شما بله اینا باید به عریضه نمیشه میشه بیشتر عریضه نمیشه یک کاغذ اینا کردیم ما هم بررسی کردیم اینا عریضه های که از صبح آماده باید شما بریم یک کاغذ این چیزی عریضه نمیشته کنیم کجا؟ اسم طرف نمیشه اسم طرف چیه؟ طرف کی؟ همین طرف که پول ماه کاکازی کاکازی ایدگل کو ایدگل نمیشته کنیم ولد نمیشته کنیم نورگل
نوشته کنی هر چی که هست به اون عریضه خود نوشته کنی ان شاء منطقه الله نامنظور پول. اما هر جا که هسته شما باز مشکل شما من بررسی میکنم عزیزی به ایتا نمیشه شما بیایم ما گپ زنیم من بگم صحیحه بخوایم بریم پیش کجا بریم صحیح کنیم خوارم با شما عرض کردم بریم عریضه خود نوشته کنی داد او خر بزی کوختله خو گریه کمادی تایفا زار میشارونه و به چی گریه کنم من؟ که دلی نبوسوزه. یک دقیقه میسوزه دل من من. دل ما با شما چرا ما بسوزه طرفی که بالای پول ماه بریم پیش از اون ناله کنیم که پول شما رو بده بریم عریضه خود نوشته کنیم وکیل محل مرتبط کنه عمل با بیاریم دیگه وقتیم جانا وقت ما وقت ندارم وقتیم بریم کجا بریم؟ عریضه نوشته کنیم کجا بریم برو ما میراثا شما رو بسونم کجا بریم؟ بریم پیش عریضه نویس بریم عریضه اگه ما به عریضه بفهمیدیم چرا به پیش شما بیامدی؟ خب حالا که بیامادیم اینجا مشکل شما حل نمیشه فقط هر وقت میت کاغذ عریضه خود نوشته کردیم ان شاء الله ما به خدمت شما هستم عریضه نویس با کجایه؟ هر جا بریم عریضه نویس هست تاکوشا. تاکوشا نه دیگه بریم هم در چهره یا همه جا هست بریم بریم. عریضه نوشته کنیم میدم پولامو. شما بریم زمینامو. مشکل شما حل میکنیم بریم بریم. باید وکیل محل مرتبط کنه امضا کنه تایید کنه ما بعد از میتونیم میراث شما رو بگیریم اگه ما یک پنجه داشته باشیم به وکیل محل بدیم به کفن الهولات شما خرچیه خدا نکنه وقت بشین نه بشین عمل کنیم برو من بله عمل کنیم ما یک خط ما نوشته کنیم خط چی؟ حقوق داریم ما اشته اسم شما این میگه عریضه بگیم نوشته کنیم اسم شما چیه؟ اسم کی؟ اسم شما اسم ما گیلک خب عریضی چی ماییم؟ ولد مراد عریضه ما که حقوق داریم لالا جو حقوق چی داریم؟ عریضی چی محکمه ماییم سارنولی ماییم حقوق جزایی ماییم دارالوکاله ماییم چی ماییم؟ من نمیفهم ما برفتیم اینجا ما گفتیم که پولا مار بدم حقوق مار بدم من گفتم برای عریضه نوشته کنین درسته؟ عریضی چی لالا جیگر؟ لالا عرضه ما که کوکو ما حق بر نمیدم خب یعنی جنگ شما سر میراث جنگ بکردیم جنگ خلاصه ای اور بزن خب ای کاکا خور بزن میراث خور کینه؟ ما میراث خور منو اونه میراث خور اسم شما چیه؟ میراث خور اونه اسم من نوشته میل کلونترم ازی بگیم گیلک ها؟ ولد مراد خب اسم مادرم هم زبیده اسم مادر شما لازم نیه مادر من نیه؟ نه مادر کلون چی؟ نه هیچی فقط اسم ولد شما مهمه شما خاطر مادر کلون من نور بیبیه شما چه کاری از ایناییم؟ کی چه کاری از اینه؟ شما مادر از این خوار منه شما برار مادر از ایناییم دیگه برار مادر از اینه ماما از اینا میشیم دیگه ماما میشه ها ماما از اینه اسم تو چیه؟ اسم کی؟ اسم از لالا گیپک خب شما از کی میراث ماییم؟ حق ماییم؟ کوکو خو تو چوب کو که صدا تو نامرم میشنوه داده تو چوب کو اسم من نوشته نمیکنن داده چوب کو که بعده خوشیم شد نه چوب کو داده جیگ جیگ نزن نه سر استینو خود منه خب اینا چند وقت میشه که میراث خور نسوندم؟ 19 سال و 1 ماه 1 ماه میشه که میداریم 19 سال هم میشه این تولد شده خب حالا کوکازی چی میگه میدم یا نمیدم؟ کی میده؟ کوکازی میگه کوکازی گفت بریم بخوله دست شما به رسولیا آزاد گفتن ما این شماره و رسوال سایبرم بدم من یعنی ادعا میکنه که نمیدم کی میگه نمیدم؟ کوکازی نه دفتر شما این رومید شما کیک داره هنه شما اینا که ببریم به
همین جایی که قرار عریضه کنین مرتکک گو بیاره بله انا مشکل شما را حل میکنم خوب گپ نیست ایت نکنیم دولت دیگه قطع کنیم قطع کنم ما یاد نداره قطع کنم مرگ 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 اسکرای خود بدر میارم بوق میزنم به تبازار اسم کاکا ازیرم خب اسم کاکا نوشته نکردم فقط نوشته کردم از کاکای خب کاکا نداره نه باز اسم اینا رو دیگه خود اینا میگم بیتره دیگه خب صحیحه خب حساب از چی رقم میشه بله حساب از چی رقم میشه گفتم میدیم دیگه ای گفت گو نمیدیم حساب من چی رقم میشه عریضه رو نوشته کردم اشته حساب شما چی خب عریضه خب مفت نوشته نمیکنم به شما 30 روپیه میشه دیگه آها 30 روپیه ببخشید دیگه من نداشتم پول نداری 30 روپیه بده داده تکیف خود بپر 30 روپیه بده در لاله که چاش بده آن 50 روپیه خیلی خدا بده برکت دگرار پاس نه ندارم خیلی باز بیامدیم سوا پاس خیلی شما خیلی کشاشه سلام علیکم. بله یک سلام بکن یک دفتر یک رئیسی میایی. ایوت ما برای بخیر. آره شما پا خم زحمت میشه تک کنیم اینجا یک دفتره. معلولم. خدا نکنه معلول بشی. پا تو فال بشی. تک پا. تک پا تک بشی. چیکار کرده؟ نمیشته کردن سیری پگو. همین کردن سیری پگیه. صحیح هرچی هست. سیری پیه. برم بخیر باز ما بعضی عریض شما رسیدگی میکنم انشالله باز خبرگیر باشه. کجا بریم؟ بعد کار غریبی خورده ما شما چاش تا اینجا میمون کنم. بخزه. خب یعنی کار ما چیکار میشه؟ کار شما گفتم خلاصه دیگه. بریم بخیر بخزه. ما خودمون بررسی میکنم. کی بیای ما کی چیکار بکنیم خود اشته بررسی میشه چی میگی آره من گیج شدم نمیفهمم شما میگم شما نگفتیم بریم ببینیم برای عرضه نمشته کنیم برای تسره آخه شما نگفتیم بریم عرضه نمشته کنیم ما پولا شما رو میدیم خو هن نمشته کنین سیری پیام بدادم حق بدین پولا ما رو ناله بدین من پولا شما رو بدم خب دیگه ما خاطر میریم من کاکا از اینو نه خب عرض کنیم مثلا کاکا از کنیم جان ما وخزیم دیگه اصلا ما خراب نکنیم وخزیم برای من رسیدگی میکنم دیگه خب ولی سعی کنیم کی رسیدگی میکنیم چیکار میکنیم کی؟ یک تا 4 روز بعد خبرگیر باشیم. با بیله تا 3-4 روز بعد امکان داره اینا کوچ کنه. کوچ کنه ما کار نداریم بررسی میشه اینجا وکیل محل شما زنگ زده میشه و اینجا میای مگر تعهد کنه که پول اینا ما وضعی دیگه نمیشه دیگه ما از اون مرتکب بیارم به خودم ما پول نمایم دو تا سرا داره دیکون داره یک چند جریب هم زمینه درسته؟ خب منم اینا حقوق مایم ما یا خوشه باشه ما قاضی تلفن میگیرم دیگه چی مایم خیر بینیم وقت زندگی وقت مزایم کارمونه خیر بینیم خداوند شما کرم نکنه سلامت زنده باشین خیر ما بریم دیگه ما به شما چای سیاه هم بیارم ها دیگه هدی باشه که خدا وقت داره وقت دیگه تمام کنم وقت جانم وقت بره لنگا ما کنده شده صبح تاله میریم و میاییم و از ما مثل که شما نمیجیگا از صبح کلاب میسونیم مردم پیدا میشه خب میبینیم کار خوب نیه نه خدا خوش میاد نه هم بنده خدا شما حق یک مسکینی بیوزن سیاست میخوریم کار خوبی برارک شما بوده فت شده خدا بیامرزه بریو حقی رو بدیم که جار جنجال هم نکنیم شما رو به سارنولی و به دولت و فلان و به آمدان هم کش نکنم حتما این کارا پیگیری کنید این دنیا ارزش نداره خود شما بیتر میفهمین که ارزش نداره خب برات از این گپ نگردیم چیز کنیم انا بریم یک قسمت سیوم یک آهنگ میشنویم
آهنگ محلی خود همکارام بعدن و خیر خوشی می آهنگ که خلاص شد. باز تا به هفته بعدی که شب جمعه می آید شما به الله پاک میسپرم. همیتا خدا حافظ و نگهدار شما دیگه به خیر خوشی با عزت باشین. مسلمونا کلا قمر ببردم دگه نمیام با مله گل ما بین با قمر ببردم دگه نمیام با مله گل ما بین با قمر چی باشه دگه نمیام با مله رفیق امو تا قمر ببردم دگه نمیام با مله سنگ تراشا بزلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دگه نمیام با مله وای دگه نمیام با مله دگه نمیام با مله وای دگه نمیام با مله حالا دختر سفید و تازه باشی دیگر نمیام به محله میان صد پری استاده باشی دیگر نمیام به محله میان صد پری دل با تو دادو دیگر نمیام به محله با قولی عاشقی استاده باشی دیگر نمیام به محله با مله سنگ تراشا بزلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دگر نمیام با مله وای دگر نمیام با مله دگر نمیام با مله وای دگر نمیام با مله ما قربانت شوم مالم تبایی دیگر نمیام به محله مرا میمان بکو یک شب به جای دیگر نمیام به محله مرا میمان بکو روی تو ببینو دیگر نمیام به محله زمان بر دلم داغی جفایش دیگر نمیام به محله با مله سنگ تراشا بزلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دگر نمیام با مله وای دگر نمیام با مله دگر نمیام با مله وای دگر نمیام با مله تا قربانیت شوم یاری علیده دگر نمیام با مله غمای تو مرا کت میده میده دگر نمیام با مله به زندگی وفاداری نکردی دگر نمیام با مله با وقتی مردنم ای چی فایده دگر نمیام با مله سنگ تراشا دو زلفان افشان افشان مرا کردی پریشان دگر نمیام با مله وای دگر نمیام با مله دیگر نمیام با مله وای دیگر نمیام با مله دیگر نمیام با مله وای دیگر نمیام